شما باید برای خودتون اسم بسازین. شما باید کسی باشین که مردم پشتون حرف بزنن، شایعه درست کنن، بهتون حسودی کنن. چند تا کسانی هم که مغز پهن دارن این شایعه ها رو گوش میدن. مثلا کسی برای مطرح نیست. اگه من با اسم من میرین بالا، خب نوش جونتون. من چقدر خوبم که با اسم من میخوای خودت ببری بالا. من روش بیزنس حرف میزنم، انقدر اصلا شوقم زیاد میشه چون من باید ببرم. مثلا موضوع پول و ثروت اینا نیست. این مسابقه است برای من باید کسی که جلوم نشسته ایشونو ببرم. هر جوری انگلیسی میخوای انگلیسی حرف میزنیم، روش بدن میخوای کی خوشگل‌تره خب با رجوع حرف میزنیم، کی قوی‌تر رجوع حرف میزنیم، کی زرنگ‌تر رجوع حرف میزنیم، کی دکترای وکالت گرفته ما رجوع حرف میزنیم. انگیزه، اراده، پشت کار، تحصیل نشدن، این شو راز موفقیت. بیشتر آدم ها نمیدونن قدرت واقعی چیه. قدرت صدا نیست، تصمیم آرومیه که ادامه بدیم وقتی هیچ کس نمیبینه. موضوع خودتون باشید.